بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه. با جلسه سوم از یادگیری زبان کردی سورانی از طریق درامای سماع طرزه در خدمت شما عزیزان هستیم. بریم که این جلسه رو هم شروع بکنیم، چون وقتمون محدود و مطالب زیاد، دیگه وقت رو بیشتر از این از دست ندیم. برام زور ما میگه برام زورت ماوا. برا یعنی برادر، برام یعنی برادرم، یا براکم یعنی برادرم. زور یعنی زیاد، ماوا یعنی مونده. برام زورت ماوا یعنی برادرم زیاد مونده. اوکی، برام یعنی برادرم، زورت یعنی خیلی، ماوا یعنی مونده. خیلی مونده کارا. والله بشتي انجام بس اتواصل معه. وەڵا پشتیوانگیان ئەو تۆزەم ماوە. خب والا یعنی همون والای خودمونه دیگه. پشتیوان اسم این پسر است که کت قرمز تنشه. پشتیوان، خود کلمه پشتیوان معناش یعنی حامی، کسی که از یه نفر حمایت میکنه، اونو تحت سرپرستی قرار میده و مثل کوه پشت یک نفر وای میشه، اینو بهش میگن پشتیوان. یعنی کسی که شما میتونید پشتتون رو به اون بسپارین. والا پشتیوان گیان. گیان هم همون جان هست، عزیزم هست که به کار میره. او یعنی یک مقدار کم. توز، توز در اصل یعنی همون گرد و خاک. یه چیز خیلی کوچیک خیلی کم رو در زبان کردی میگن توز. والا پشتیوان گیان یعنی والا پشتیوان جان. او توزم ماوا. ماوایی که تو بالا هم گفتیم یعنی مونده. او توزم ماوا یعنی یه خورده مونده، یه ذره مونده، یه مقدار مونده. خب والا پشتیوانگیان او توزم ماوا یعنی والا پشتیوانگیان یا پشتیوان جان، همین یه ذره مونده، یه خورده مونده فقط. وبرسم توصيل راحت كم والله يزولي لك. میگه اوا بونچم توزگ استراحت کم، والله زور هیلاکم. خب میگه که اوا بو نچم یعنی چرا نرم. اوا یعنی اینجا یا حالا الان. بو یعنی چرا. نچم یعنی نروم، نرم. اوکی، نچم نه و چه و مه. اوا بو نچم یعنی چرا نرم. توزک، توز تو بالا توضیح دادیم یعنی یه ذره، یه مقدار. استراحت کم، خب یعنی همون استراحت بکنم. اوا بو نچم توزک استراحت کم یعنی چرا نرم یه خورده استراحت کنم. والله زور هیلکم. والله هم که خب یعنی والله. زور یعنی خیلی زیاد که بالا هم توضیح دادیم. هیلک از همون هلاک میاد در زبان کردی اون طرف. هیلک یعنی خسته. والله زور هیلکم یعنی خیلی خستم، چرا نرم یه خورده استراحت بکنم. پس جمله شد این: اوا بونچم توزک استراحت کم، والله زور هیلکم یعنی چرا نرم یه خورده استراحت کنم، به خدا خیلی خسته و داغونم. بەساقە بم ئەو تۆزەشم بۆ تەواو کەوت دەفتەرەکەم بەرێ با بێم بە کاک محەموو شتمان زۆر کەم ماوە برا. خب خیلی زیاد شد ها. میگه نه بساقوبم او توزشم بو تواوکە دەفتەرەکەم بەرێ با بیدەم بە کاک محموو شتمان زۆر کەم ماوە براکەم. خب بذار من یه خورده بیارم عقب‌تر، یه ذره ولوم صدا رو یه خورده من زیادتر بکنم که صدا یه خورده واضح‌تر باشه. یه بار دیگه از اول گوش بدیم. برام زۆرە ماوە. والله بشتي انجام بس اتواصل معه وبرسم توصيل راحت كم والله يزولي لك. نە بەساقە بم ئەو تۆزەشم بۆ تەواو کەوت دەفتەرەکەم بەرێ با بێم بە کاک محەموو شتمان زۆر کەم ماوە برا. خب میگه نه بساقوبم. بساقوبم در زمان کردی عراق، به منطقه اربیل و سلیمانی که میگن یعنی فدات شم، دورت بگردم. نه بساقوبم یعنی نه عزیزم، دورت بگردم، فدات بشم. او توزشم بو تواوکه. او توزشم، توز که بالا گفتیم یعنی کم. او توزشم یعنی این مقدار هم. بو یعنی برای من. تواو که تواو
تواو یعنی تموم، که یعنی بکن. پس او توضیحشون بو تواو که یعنی این مقدار رو هم برای من تمومش کن. بعد میگه دفترکم بره یا دفترکم بده، یا هر دوش درسته. دفتر که خب معلومه، میگه حساب کتاب رو که انجام دادی دفترکم بره یعنی این دفتر رو بده به من، حساب کتابا رو بده به من. با بیدم به کاک محمو، با یعنی با، بیدم یعنی بدهم، بیدم با بیدم به کاک محمو، باید اونو بدم به کاک محمود. یعنی کاک در زبان کردی یعنی معمولا برا، یه شخص بزرگ، مثلا میگن کاک ناصر یعنی مثلا برادر بزرگ یا رفیق عزیز، اونو میگن کاک. با بیدم به کاک محمود. بعد میگه وشتمن شت یعنی چیز، کالا تو اینجا معنا میده. وشتمن زور کم ماوا، براکم زور کم. خب زور خودش یعنی زیاد، کم یعنی کم، زور کم یعنی خیلی کم. زور کم ماوا، ماوا یعنی مونده. براکم هم یعنی برادرم. شتمن زور کم ماوا براکم یعنی خب وسایلی که الان مورد نیازه برای این فروشگاه خیلی کم مونده، باید به فکر باشن دیگه. باشه توش مال نداری. میگه باشه دی اتوش مالت آوابه، باشه دی اتوش مالت آوابه یا مالت آوابه. خب باشه دی مثل زبان فارسی میگه خیلی خوب بابا، معادل اونه. باشه دی یعنی خیلی خوب باشه. اتوش یعنی تو هم، مثلا میگه با خیلی خوب بابا تو هم شدی کاسه داخته. اون تو هم یعنی اتوش در زبان کردی. باشه دی اتوش یعنی خیلی خوب دیگه تو هم. مالت آوابه، مال یعنی خونه، مالت یعنی خونه تو. آوابه یعنی یا آودن به معنای آباد باشه. معمولا زبان عراقی مثلا به یه نفر اینجوری میگه مالت آوابه، یعنی یه نفری که یه کاری مثلا میخوای براش انجام بدی، بعد طرف یه مهلت نمیگه بابا، در جوابش میگه مالت آوابه، این طرف سمش دنبال کارش ولکن نیست. در کل حالا مالت آوابه یعنی خونت آباد باشه، خونه خراب نشینه. مال یعنی خونه، آوا یا آودن به معنای آباده، به هم یعنی باشه. پس باشه دی اتوش خیلی خوب تو هم. مالت آوابه یعنی خونت خراب نشه، خونت آباد بشه، بی خیال دیگه. حالا خب ای باشه پشتیوانی چه نگر با موضوع خو؟ ای پشتیوانگیان هیچت نکرد به موضوع که خود. ای پشتیوانگیان یا ای پشتیوان هیچت نکرد با موضوع که خود. خب میگه پشتیوانگیان یا پشتیوان جان هیچت نکرد یعنی هیچ کاری نکرد. هیچ یعنی خب هیچت یعنی هیچ کاری نکرد یعنی نکردی. هیچت نکرد یعنی هیچ کاری نکردی. بو یعنی برای موضوع که خود، برای موضوع خودت، منظور اون قضیه دختر و خواستگاری و اینجور مسائل مثلا. پس میگه ای پشتیوان هیچت نکرد با موضوع که خود یعنی برای موضوع خودت، اون کیس خودت کار خاصی کردی، موضوع کار خاصی انجام دادی. کم موضوع، کم موضوع، کم یعنی کدام موضوع، هم که موضوع کم موضوع یعنی کدوم موضوع. میخواد خودش رو بزنه به درجه خریت دیگه. مثلا آدم میخواد پاشا بکنه، انکار بکنه، خودش رو به خریت بزنه یا به نفهمی بزنه، معمولا اینجوری میگن کام موضوع یعنی کدوم موضوع، چه موضوعی. شو میسان خودی لجلکی؟ دلا چیه؟ دیسن خوی لجلدکی یا خوتی لجلدکی. چیه یعنی همون چیه خودمون تو فارسی دیگه میگیم چیه، اونا میگن چیه. دیسن یعنی دوباره، دیسن یعنی دوباره. خوی یا خوتی یعنی خودتو. ل یعنی براش. جل یعنی گیج، خریت زدن. دکی یعنی انجام میدی. پس چیه؟ دیسن خوتی لجلدکی یعنی چیه؟ دوباره خودتو میزنی به دریچه خریت، یا خودتو گیج میکنی، یا خودتو مثلا این نشون میدی که مثلا نمیدونی موضوع چیه. چیه؟ دیسن خوی ل یا خوتی لجلدکی یعنی خودتو زدی به کوچه علی چپ. شاخی جان من تازه دستم کرده با مسئله.
شاخه گیان یعنی شاخه منظور مخفف شده شاخوان هست. شاخوان هم دو معنا داره، یعنی کسی که زیاد پیوسته کوه میره مثل کوهنورد. یکی هم صفت نمیدونم فاعلی میگن مفعولی میگن چی میگن، یعنی کسی که مثل کوه مقاوم باشه. شاخ به معنای کوه، شاخوان یعنی مانند کوه مقاوم که مختصرش میشه شاخه. شاخه گیان یعنی شاخ جان. من یعنی من یا امن من. تازه که خب یعنی تازه. دستم کردوه، دست یعنی دست شروع، کردوه یعنی کردم. بم مسئله یعنی به این کار. پس میگه من تازه دستم کردوه بم مسئله، یعنی من تازه این کار رو شروع کردم، من تازه مثلا دست زدم به این مسئله، یعنی این موضوع جدیدیه دیگه. من تازه حالا مثلا شما با یکی آشنا بشی، میگه مثلا شماره تلفن گرفتی از طرف، میگه بابا من تازه شروع کردیم به صحبت کردن، تازه داریم آشنا میشیم، یه دفعه که نمیتونم شماره تلفن بگیرم. منظورش اینه. وازوش کۆتایی نایە برا. میگه وازوش کوتایی نایه برام، وازوش کوتایی نایه برام یا براکم. وازو یعنی به این زودی ها، وازوش یعنی به این زودی ها. کوتایی یعنی سرانجام، پایان، انتها. نایه یعنی نمیاد، یعنی به این زودی ها این قضیه تموم نمیشه، حالا جا داره. براکم یعنی برادرم. پس وازوش کوتایی نایه برام یا براکم، یعنی به این زودی ها این تموم نمیشه، حالا تموم نمیشه. حالا این رشته سر دراز دارد اصطلاحا. خۆشە باشە زانی بۆ لە مارکێتەیە ئیشەکەم. خوشت یعنی خودت هم، خوشت یعنی خودت هم. باش دزانی یا باش ازانی. خب باش یعنی خوب، اینجا معنی خوبه. ازانی یا دزانی به معنای میدونی، یعنی خوشت باش ازانی یعنی خودت هم خوب میدونی. بو یعنی چرا. لم مارکته یعنی تو این سوپرمارکت، یا حالا میگیم مارکت فروشگاه. فروشگاه بگیم چون این لوازم مثل کامپیوتر و ایناست که مارکت یعنی فروشگاه. بولم مارکته ایش دکم، چرا در این فروشگاه. ایش به معنای کار، ذاتن کلمه کردی ترکیه، چون ترکا میگن ایش، کردا میگن ایش، هر دو میگن مشترکی ظاهرا. دکم یعنی انجام میدم. خوشت باش ازانی بو لم مارکت ایش اکم، خودت هم خوب میدونی که چرا من تو این فروشگاه کار میکنم. والله پشتیوان جان حەزەکەم شتێک دڵی خۆ بێت. والله پشتیوانگیان حەز دەکەم هەمووشت بە دڵی خۆت بێ. خب والله یعنی خب والا، پشتیوانگیان یعنی پشتیوانجان. حەز دەکەم دکم یعنی انجام میدم. حز یعنی علاقمندم، دوست دارم. مثلا میگه من حز لو کچه دکم، یعنی من این دختره رو دوست دارم، عاشقشم. حز دکم اینجا معنی دوست دارم. حز دکم یعنی دوست دارم. هموشت، همو یعنی همه، شد یعنی چیز، هموشت یعنی همه چیز. بدلی خود به یعنی برای یا به. دل که خب یعنی دل، خود یعنی خودت، به یعنی باشه. پس حز دکم هموشت بدلی خود به، یعنی دوست دارم که یا علاقمندم که همه چیز به دلخواه خودت باشه، یعنی به دل خودت باشه، به علاقه خودت باشه. حەز ناکەم دڵە بڕەنجە. حز ناکم یعنی نمی کنم. حز یعنی خب اینجا گفتیم یعنی دوست. حز ناکم یعنی دوست ندارم. دلت یعنی دل تو، دلت برنجه. رنج که خب یعنی ناراحتی دیگه. برنجه یعنی دلت برنج بیاد، ناراحت بشه. حز نکم دلت برنجه یعنی دوست ندارم که ناراحت بشی، اذیت بشی یا دلت رنجیده خاطر بشه. ئەگەر خوا بە دڵی منە مەسەلەیە ئاشکێنێتەوە بەلای منە هیچ شتێکی ترم ناوێت. میگه اگر یعنی خب اگر، خوا یعنی خدا، خوا که همون خدا هست. بدلی من یعنی باب میل من. دل یعنی دل، اینجا به معنی بدلی من یعنی باب میل من.
ام مسئله دشکینه توا بولای من. ام مسئله یعنی این مسئله رو، این قضیه رو دشکینه توا کلا شکاندن در زبان کردی به معنای شکستنه. ممکنه شکستن قلب باشه، شیشه باشه یا هر چیزی. شکاندن به معنای شکستنه. دشکینه توا تو اینجا یعنی شکستن شیشه و اینا نیست، یعنی این قضیه رو به سمت من مثلا سوق بده، به سمت من تمومش بکنه اصطلاحاً. بولای من یعنی به سمت من، برای من. خب پس اینجوری میشه اگه خواه بدلی من ام مسئله دشکینه توا بولای من، یعنی اگر اون خداوند اونجوری که من میخوام، دلم میخواد این قضیه رو به طرف من بشکنه، یعنی متمایل بکنه، من هیچی دیم نوید. من یعنی من، هیچ خب یعنی هیچی دیم یعنی هیچی دیگه، دیم یعنی دیگه، ناوه یا ناویت یعنی نمیخواهم. پس هیچی دیم نوید یعنی از خدا هیچ چیزی دیگه ای نمیخوام. نتون بلاك كاك محمود زوتاي كباش میگه امن اود چما لایکاک محمو زو تواوی که باش. امن یعنی من، اوا یعنی دارم، دچما یعنی میرم، لای یعنی به سمت، به طرف، کاک محمود یا کاک محمد، حالا مختصر شده هر کدومش. امن اوا دچما لای کاک محمود، من دارم میرم پیش کاک محمود. زو تواوی که باشه یعنی تو هم، زو یعنی زود، تواوی که یعنی تمامش کن، تواو یعنی تمام، تواوی که یعنی تمامش کن، باشه یعنی باشه. پس جمله شد این امن اودش من لای کاک محمود زو تواوی که باشه، یعنی من دارم میرم پیش کاک محمود، تو هم کاراتو زودتر جمع و جورش کن، تمامش کن. باشه باشه باکم. باشه براکم یعنی باشه برادرم، باشه عزیزم. Yera bulacağım, arami bulacağım. خب اینم حالا شعر ما نمیدونیم شعرها رو ترجمه بکنیم یا نکنیم. میگه بیره و گلجان آرامی دلوجان، یعنی بالا این گل من، گل زیبای من از دست من ناراحته. آرامی دلوجان یعنی آرام بخش دل و درون من. حالا شعر معمولا شعرها رو ترجمه نمی کنه، حالا ما ترجمه هم کردیم. Boçi becediyestu. بعد ادامه شعرش میگه بوچی به جت هشتوم. بوچی یعنی چرا، بو چی یعنی چرا، به جت هشتم یعنی منو جا گذاشتی، منو تنها گذاشتی، منو به حال خودم ول کردی. هشتم یعنی گذاشتم، به جه یعنی به تنهایی یا تنها گذاشتن. بوچی به جت هشتم یعنی چرا تنهات گذاشتم. خب اون دل خوشم Arami bulacağım. Boçi becediyestu. چیه اون دل خوشم زن ازش میپرسه چیه کاوا اونده دلت خوشه، چیه یعنی چی شده، چیه. کاوا اسم همسرشه، چیه کاوا یعنی چی شده کاوه، اونده یعنی این مقدار، اینقدر، دلت خوشه، خوش که خوب به معنای خوب، خوش، دل هم که معنای دله. چیه کاوا اونده دلت خوشه، میگه چی شده امروز دلت اینقدر خوشه، اینقدر خوشحالی. İnşallah her vadil mahvoze be. میگه ایشالله هروا دلمن خوش دبه. ایشالله یعنی چی؟ یعنی انشالله. خب ایشالله. هروا یعنی همین جوری. هروا مثلا میگن چرا ناراحتی، میگه هروا، میگه چرا ناراحتی، هروا یعنی همین جوری، همین طوری. ایشالله هروا دلمن خوش دبه یعنی ایشالله همین جوری یا همین طوری. دلمان یعنی دل ما، خوش دبه یعنی خوش باشه، یعنی انشالله که همیشه اینقدر خوش و خرم باشیم، دلمون همیشه خوش باشه. Neseceğim. نسگیان، نسه مخفف نسرینه دیگه. نسگیان یعنی نسرین جان. Beyani diren haberim keyteva. بیانی درنگ خبرم کیتوا. بیانی، بیانی یا بیانه به معنای صبح زود، صبح.
پس بیانی یا بیانه به معنای صبح، درنگ به معنای دیر، زو به معنای زود. بیانی درنگ خبرم کیتوا، یعنی صبح منو دیر با خبر کن. خبرم یعنی با خبر، کیتوا یعنی بکنی. پس به صبح زود میگه صبح منو دیر با خبر کن. چرا؟ شب تا دیر وقت خوابیده، میخواد الان خورده استراحت کنه. پس میگه صبح منو یه خورده دیرتر بیدار کن. لبر ودرن اچم بویش لبر اوی که درنگ دتم با ایش. لبر اوی یعنی لبر یعنی به خاطر، به علت، به این دلیل. اوی یعنی این موضوع. لبر اوی یعنی به خاطر این موضوع، به این دلیل که، برای این که درنگ با گفتیم یعنی دیر، دچم یعنی میروم، بو ایش یعنی سر کار، برای کار. پس لبر اوی که درنگ دتم با ایش، به خاطر اینکه دیر میرم سر کار. خب لبر اوی که درنگ دتم با ایش، به خاطر اینکه دیر میرم سر کار. ای به استکرزانی تو درنگ چی با ایش؟ ای بو وستا کارزاند و تو درنگ دتی با ایش. ای یعنی آیا اینجا، بو یعنی به، وستا همون استاده، کارزان که اسم همون استاد این آقای کاوه است. کارزان در اصل یعنی کاردان، کسی خبره، یعنی کسی که تو کارها سررشته زیادی داره، بهش میگن کارزان. کاردان در زبان فارسیش میشه. ای با وستا کارزان دو تو، یعنی به وستا یا استاد کارزان گفتی، خبر دادی، درنگ دتی بو ایش. درنگ یعنی دیر، دچی یعنی میروی، بو ایش یعنی سر کار. درنگ دتی بو ایش یعنی دیر میری سر کار. پس جمله میشه این: ای با وستا کارزان دو تو درنگ دتی بو ایش. به استاد کارزان گفتی که دیر میری سر کار. بله خوی بتی درن وره بیره نسی ها. بله خوی و توی درنگ وره لبیرت نچه ها. بله یعنی بله. خوی یعنی خودش، خوی یعنی خودش. وتویتی یا وتی، وتویتی یا وتی به معنی که گفته. بله خودش گفته. درنگ وروا، درنگ یعنی دیر. ورا یا وروا، ورا یعنی بیا، وروا یعنی دوباره برگرد، یعنی دوباره بازگشت رو میگن وروا. ورا یعنی بیا، ولی وروا یعنی دوباره برگرد. بله خوی و تویتی درنگ ورا یعنی بله خودش گفته دیر بیا. لبیرت نچه یا لبیرت نچه ت. بیر به معنای فکر، هوش، عقل، یاد، خاطره، همه اینا رو معنا میده. لبیرت نچه یعنی نره، اصطلاحا اینجا رفتن، فراموش کردن. لبیرت نچه یعنی یادت نره، فراموش نکنی. نه بیرم نه. بیره نسجیان آرامی دو جان. خب اینم میگه بیره و نسگیان که خب همین نسرینه. آرامی دل جان یعنی آرام دهنده، آرام بخش دل و درون و اینجور چیزا. حالا شعر دیگه، معمولا شعر رو ما ترجمه نمی‌کنیم، این آهنگا رو. نیاز چیه و بطاقت دیاری؟ دلا نیاز چیه و بی‌طاقت دیاری؟ نیاز که خب اسم این دختر است. چیه یعنی چی شده یا چیه، و یعنی اینجوری. بی‌طاقت یعنی بی‌حوصله، بی‌طاقت. دیاری، دیاربون یعنی دیده شدن، مشخص شدن، به نظر رسیدن. نیاز چیه و بی‌طاقت دیاری؟ بی‌طاقت دیاری یعنی نیاز چی شده انقدر بی‌حوصله به نظر میرسی، به نظر میای، مثلا اینجوری. بطاقت نیم مندو میگه بی‌طاقت نیم. بی‌طاقت یعنی بی‌طاقت، بی‌حوصله. نیم یعنی نیستم. بی‌طاقت نیم یعنی بی‌حوصله نیستم، بی‌طاقت نیستم. مندو به معنای خسته.
مندوم یعنی من خستم، پس میگه مندوم یعنی خیلی خستم، خسته. دوێنێ لەگەڵ هەرمەی خوشکمە هەر خەریکی ئیش بووم زۆر ماندوو. نیاز چیەوە بێتاقەت دیاری؟ بێتاقەت نیم ماندوو. دوێنێ لەگەڵ هەرمەی خوشکمە هەر خەریکی ئیش بووم زۆر ماندوو. دوینێ دەگەڵ هەرمەی خوشکم هەر خەریکی ئیش بووم زۆر ماندووم. دوینێ یا دوینێ با هر دو تلفظ، دوینێ یعنی دیروز، دگل یا لگل به معنای همراه، هر دوش درست، هم با دال هم با لام. دوینه دگل هرمه خوشکم یا دوینه لگل هرمه خوشکم، پس دیروز همراهه. هرمه اسم خواهر دختر است، معنیش هم یعنی گلابی. دوینه یعنی دیروز همراه خواهرم هرمه. خشک به معنای خواهر، برا به معنای برادر، دایک به معنای مادر، باوک به معنای پدر، برا به معنای برادر. پس دوینه دگل هرمه خوشکم دیروز همراه هرمه خواهرم هر خریکی ایش بوین. هر یعنی پیوسته، خریک یعنی مشغول، ایش به معنای کار، بوم یعنی بودم. پس هر خریکی ایش بوم یعنی پیوسته و همیشه در حال کار کردن بودم، یعنی خیلی زیاد در حال کار کردن بودم. زور مندوم، زور یعنی خیلی زیاد، مندوم معنای خسته، زور مندوم یعنی خیلی خستم. ماندوویان کابرا ماندووی کردووی. دختر خیلی زرنگه، میگه مندوی یا کابرا مندوی کردوی. این میگن گفتگوی دخترها با هم دیگه است دیگه، دارن حرف از زیر زبون هم دیگه میکشن. میگه مندوی یا کابرا مندوی کردوی. مندو گفتیم به معنای خسته است. مندوی یعنی خودت خسته شدی، یا یعنی یا کابرا یعنی یارو، معادل یارو در زبان فارسیه. طرف مثلا مندوی کردوی، میگه خودت خسته شدی، خسته یا اینکه طرف خستت کرده، حالا دوست پسرشه، نامزدشه، یه شخصی هست بالاخره که ما فعلا در موردش چیزی نمیدونیم. کابرا حدی چیه مندوم که؟ میگه کابرا حدی چیه مندوم که. کابرا یعنی طرف، یارو. حدی چیه یعنی حدش چیه، مثلا عددی نیست که، مالی نیست که. مندوم کات یعنی اینجا بکنه، مندو یعنی خستم. پس میگه طرف حدش چیه، تو اون حدا نیست که منو بخواد خسته بکنه. بۆ من جانتری دەسەکە بو لمنی اوف فیس و افاده دختراست دیگه. بو لمنی جوانتر دست دکوه. بو یعنی چرا. لمن یعنی از من، لمن یعنی از من. جوانتر یعنی زیباتر، خوشگلتر. دست دکوه یعنی دستش میاد، گیرش میاد. دکوه یعنی میفته، مثلا میگن لچالاوی دکوه یعنی به چاله میفته، افتادن. دکوه حالا افتادن به معنای چاله چوله، عمق، ارتفاع، یا توی دستانداز، توی مشکلات، توی سختی ها، همه این افتادن ها رو میگن کوتن یا دکوه. پس بو لمنی جوانتر دست دکوه یعنی برایش، یعنی واقعا از ما خوشگلتر و زیباتر گیرش میاد. دیسان فشفش یک کسی که خیلی از خودش تعریف میکنه، خوددافپندار اصطلاحاً خیلی از خودش تعریف میکنه، در زبان عراقی، در زبان سلیمانی و اربیل، برای اینکه بگن بابا خیلی از خودت تعریف نکن یا خیلی خودتو تحویل نگیر، میگن فشفش. خب یعنی اصطلاح محترماش یعنی خود از خودت انقدر تعریف نکن. من جوانم میگه بابا ببند در ترمیناله، میگی من جوانم یعنی من خوشگلم. جوان به معنای زیبا، خوشگل. من جوانم. پس فشفش یعنی بابا حرف اضافی نزن، خفه شو. میگی من خوشگلم. عیبه پیا وصفی خوی بکات. عیبه کابرا وصفی خوی بکات. کابرا تو اینجا به معنای خود طرفه، اون طرف مقابل نیست.
میگه که عیبه یعنی زشته، عیبه. کبره یعنی آدم خودش، وصفی خب یعنی توصیفه، وصف بکنه، خوی بکت یعنی توصیف خودش رو بکنه، از خودش تعریف کنه. پس عیب کبره وصفی خوی بکت یعنی زشت آدم از خودش تعریف بکنه. ای باش خۆم وەسفی خۆم نەکەم کێ بیکە خۆ تۆ بەدەمتان نایە ئاوا تۆزێ وەسفم کەی تو بڵێی جوانی ئەم شتانە. ای باش خۆم وەسفی خۆم نەکەم کێ بیکە خۆ میگه ای باشه یعنی باشه، خوم وصفی خوم نکم چه بیکه یعنی خوم یعنی خودم، وصفی خوم یعنی توصیف خودم رو، نکم یعنی نکنم، چه بیکه یعنی چه کسی انجام بده، بیکه یعنی انجام بده. خب ای باشه خوم وصفی خوم نکم چه بیکه یا بیکات، اگر خودم از خودم تعریف نکنم چه بیکه یعنی کی از من میخواد تعریف کنه، کی از من تعریف کنه. تۆ بەدەمتان نایە ئاوا تۆزێ وەسفم کەی تو بڵێی دڵە خۆ تۆ بەدەمت دانایە ئاوە تۆزێک وەسفم بکەی بڵێت جوانی و ئەو شتانە. خیلی خۆ تۆ یعنی ئاخێ تۆ، خۆ تۆ یعنی تۆ، خۆ یعنی ئاخێ. خب آخه تو به دستت نایه یعنی از دستت بر نمیاد یا نمیخوای، تمایل نداری، انجام نمیدی. به دستت نایه یعنی از دستت بر نمیاد. آوا یعنی اینجوری، توزکم وصف بکی، توزک یعنی یه مقدار، یه خورده، توزکم یعنی یه خورده برای من، وصف بکی یعنی من رو توصیف بکنی، از من تعریف بکنی. پس جمله این میشه خو تو به دستت نه او توزک وصفم که میگه تو که از دستت بر نمیاد که یا این کار رو انجام نمیدی یه خورده از من تعریف کنی. بلی یعنی بگویی، بگی. جوانی یعنی خوشگلی، نازی و اوشتانه و اینجور چیزا، یعنی به شاخ و بال طرف مثلا تعریف و تمجید کردن اصطلاحاً. خب بعد جمله شد این خود تو به دستت نه او توزک وصفم که و بلی جوانی و اوشتانه، یعنی از دستت بر نمیاد که یه خورده از من تعریف و تمجید کنی و یه خورده مثلا بهم بگی خوشگلم، قشنگم، زیبام، خوشندامم، خوش هیکلم، از این داستانایی که حالا خانوما انجام میدن. جوانی ئەم شتانە. باشە دەی یەکسەر با بڕۆین. بعد میگه که باشه دی یک جر با بروین دی، یعنی باشه دیگه بس موضوع رو تمام کنیم بریم به کارمون برسیم. خیلی خوب، این تراک رو ما تا اینجا متوقف میکنیم. هر جایی که میرسه به میان برنامه ما این رو متوقف میکنیم و تراک بعدی رو از ادامه اون شروع میکنیم، به خاطر اینکه ویدیوها زمانش خیلی طولانی نشه و ما هم بتونیم خیلی کامل و جامع کلمه به کلمه کلمات رو باز کنیم برای شما عزیزان. امیدوارم که این ویدیو هم مورد پسندتون واقع شده باشه و ویدیو رو بین دوستاتون به اشتراک بذارین و اگر سوالی نکته‌ای بود تو کامنت ها حتما برای ما بذارین. برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم و به امید دیدار شما توی ویدیوی بعدی. موفق و پیروز باشید.